صحبت حکام ظلمت شب یلداست. یه عمر داریم فال حافظ میگیریم، غافل از این که حافظ خودش فال قهوه میگرفته به استناد شعر خودش که میگه ما در پیاله عکس رو خیار دیدیم. فنجون نبود اون وقتا، تو پیاله میخوردن قهوه رو، که البته بعضی از دوستان میگن ما در پیاله، اینو فوش بوده الان منسوخ شده. تو مایه‌های عمه خودمونه. 500 غزل داره حافظ، 80 میلیون جمعیتی. هر جوری که حساب کنی سرنوشت 200,000 نفر عین هم در میاد. اگرچه بعضی از دوستان دست بردن تو معنیش. شما هر تفعولی به دیوان حافظ میزنی یه بزرگواری زیرش یه جور نوشته که کاهلی نکن. تفعول میزنی نوشته که میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز. یعنی تابلو داره میگه که مست و گیج و چت و چشچرونی. باز اومده نوشته عزیزم کاهلی کردی نکن. شب یلدا تو جمع نگیرین فالتون، خیلی باز میگه حافظ. بعدتون میریزه رو آب. برو یه گوشه واسه خودت بگی یلداتون مبارک. می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلدا.